این هفته خبر تو خبر داره براتون از مراسم مسخره ولایت مالی کردن رئیس جمهور نظام و عظمایی که همون اول کار براش خط و نشون کشید. یادآوری میکنم که رأی ملت و تنفیذ این جانب تا هر زمان که مشی همیشگی ایشان در پیمودن صراط مستقیم اسلام و انقلاب برقرار باشد ادامه خواهد داشت. سید علی خامنه‌ای. بعدش هم عظما طبق معمول انداخت تو جاده خالیبندی و تلاش کرد تا از کنار تحریم نمایش انتخاباتش توسط مردم اینطوری ویراژ بره. الحمدلله انتخابات اخیر هم به خوبی انجام گرفت. رئیس جمهور شایسته‌ای رو مردم به حمدالله انتخاب کردن. رئیس جمهور تازه از صندوق در اومده عظما هم شروع کرد به خاروندن پاچه عظما. من و دولت آینده رسالت و مسئولیتمان برای رسیدن به این چشمانداز تعهد به اون چشماندازی است که مقام معظم رهبری تعریف فرمودند، سیاست‌های کلی است که ابلاغ نمودند و قانون برنامه است که در مناظرات هم تأکید می‌کردیم. البته این رئیس جمهور تازه از راه رسیده نظام وفاداریش به سیاست‌های کلی خامنه رو مدت هاست که داره تمرین میکنه. مثلا تو مناظره‌های نمایش انتخابات اینطوری گفت: دعواهایی که میگیم مردم من و ایشون با همین داد و بیداد میگم 40% اومدن به ما رای دادن، 60% فعلا ما رو قبول ندارن. پس مردم با ما مشکل دارن دیگه. اما خرش که از پل گذشت مشتشو حواله داد. عزیزی که آمدن علیرغم تبلیغاتی که میکردن که نیام پای صندوق‌های رای، آمدن و مش محکمی به دهن این آدمایی که از خارج و داخل نشسته بودند و تبلیغ میکردن زدن. بعدم آب پاکی رو ریخ رو دست دور و بریاش و گفت من کاری نمیتونم بکنم. من به تنهایی هیچ کاری نمیتونم بکنم. این که شما یه عده تصور میکنم میگن من باید یه کاری بکنم، من کاری نمیتونم بکنم. اصلاحاتی هم که این طرف دنبالشه یه چیزی تو این مایه هاست. همون اول کار عارف رو هم معاون اول خودش کرد. حالا عارف کیه؟ همون مشنگیه که عکس معدن مس در یوتای آمریکا رو نشونش دادن، بعد نگاه کرد گفت این دره است. عکس شماره 6 رو با جناب آقای دکتر عارف شروع میکنه. این بیانگر یک دره است که در کشور ما فراوان هست و جزء فکر میکنم آثار بسیار زیبا و جاذب برای جذب توریست هست که ما اشاره کردیم. جذب توریست و صنعت گردشگری جزء قطعاً اولویت‌های کشور باید باشه برای هم ارتقای فرهنگی و معادلات فرهنگی کشور، هم افزایش ثروت و هم ایجاد اشتغال. حالا این هیئت دولت قرار جانشین یه چنین هیئت دولتی بشه. البته هیئت دولت که چه عرض کنم کودکستانه. کار وزرای آموزش آینده خواهد بود. نکته دوم آقای اوجی بشینی سر جاتون. نکته دوم تقویت کمی و کیفی نظام تربیت معلم کشور ما 12% حدود 327 کیلومتر به طول آزادراهای کشور آقای نیکبخت گوش بده، فکر نکن صحبت میکنم. همین امشب 23 یه چیزی برای عید میزنه. بفرمایید. از اون طرف بشنوید از آفتاب پرستایی که ریششون رو زدن تا شاید با ژست اصلاحاتی یه پستی بگیرن. هدف از همه این جنگولک بازی ها چیزی نیست جز بخور بیشتر.
عظما خیلی زور زد که فیگور یه دستی بگیره، اما تا همین جای کار این وضعیت مجلسشه. باقی جک و جونورای نظامم از فرصتی که استفاده میکنن میفتن به جون هم. در اصولگرا هم همین جوریه. خودتون دیدید تو مجلس دیگه آدمایی داریم که تندن، مثل آقای رسایی. خب تنده، هر چی ازش در میاد میگه، اصلا کنترلی نداره. من یه مثال زدم آقای رسایی چون با اون چیز دارم، نه با اون تصریح حساب دارم یه چیزایی میگم. اون در مورد استخر فرح اون صحبت میکرد، بعد من برای همین باشه یه چیزایی دارم که بهش البته این مسئله امنیت ملی. بله. البته دعوای نوچه های اکبر کوسه با عظما همچنان ادامه داره و اینجوری به هم جفتک میندازن. چرا مسئله برجام تمام نشد؟ قانون راهبردی مجلس بدترین قانون در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، از این قانون بدتر ما نداشتیم. یه نمونه از کارهای خوب همین قانون اقدام راهبردی، یکی از کارهای بسیار خوب. البته بعضی‌ها اعتراض کردن و عیب‌جویی کردن، مطلقاً این عیب‌جویی وارد نیست، کار بسیار درستی بود. خلاصه این که تو نظام ولایت سگ صاحبش رو نمیشناسه و همه افتادن به جون هم. یکی هم نیست که مثل این بیاد سواشون کنه. مشنگستان این هفته رو با 2 فقره از خالی بندی های مهره های مشنگ نظام شروع میکنیم که بلافاصله مچشون گرفته میشه. اولیش زرشکیانه. ساختیم، اعتبار ما مردم بود، اعتبار ما مردم بودن. ما در حقیقت نه هیچ اشکالی نداره، به قولی آب آره آیدن نخته، به قولی خود ما ترکا روشناییه. دومیش هم این مخبر مشنگه که طوری خالی میبنده که میکروفونش هم از حجم این چاخان خم میشه. اطمینانی رسیده فراوانی. شما در تمام کشور که میگردید در هیچ مغازه‌ای چیزی که بخواین کمبودی وجود نداره، اما گرونی وجود داره. توی این نظام نقش دولت‌های مختلف در اقتصاد و تولید یه چیزی توی این مایه هاست. حالا که صحبت آبغوره‌گیری شد، این قاتل هراسون رو هم ببینید که از ترس مردم حتی جرئت نداره بگه که چی کاره بوده. ببینید چطوری 500 تا شغل برای خودش دست و پا میکنه. شما شغلتون کارتون چی بوده آقای نوری؟ به طور خلاصه بگم 1 سال نگهبان بودم که اونجا میگن پاسدار بند، زندانبان بودم. 1 سالم رفتم تو واحدی به نام حسابداری، منشی حسابداری بودم، کارهای حسابداری انجام میدم. بعد اومدم تو یه قسمتی به نام واحد دادیاری زندان که کارهای حقوقی و
کارهای قضایی زندانیان محکوم رو انجام میده. منم یه منشی، دفتردار و کارمند اون قسمت بودم که حدود 10 نفر کارمند داشت. یه دادیار زندان، منم یک اون کارمنده بود. کارتونم که میگی من یک منشی دفتر بودم 40 سال پیش. 40 سال پیش. بعد این ماجراها رو میفته. کار کنم آقای رضوانی، چی کار کنم؟ گفتم اینا رو. بیشترف دروغ میگه، دروغ. خلاصه که دور دور آه و ناله و گریه‌زاری توی نظامه. قضیه طراحی لباس المپیک برای آخوندا اسباب دردسر شده. ببینید چه فضاحتیه که توی تلویزیونشون هم مسخرش میکنن. تیم ایران که رو کشتی اومد انگار تیم پزشکی المپیک اومده. مثلا الان یکی خورد زمین دوید طرف تیم ایران، فکر کرد اینا پرستارا و پزشکان. حالا یا بقرا قدردانی از کادر درمان اومدن این انتخابو کردن. یه روپوش سفیده دیگه. روپوش سفید ما آزمایشگاه دانشگاه واحدهای آزمایشگاهی داشتیم، رفتیم خریدیم پوشیدیم، آماده‌ش هم هست، نیاز به طراحی و اینا نداره. کاش کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش بیان پاسخ بدن، توضیح بدن که برای یک همچین طراحی شگرفی که شگفت‌آمیزی که صورت گرفته چقدر هزینه شده. بین چند تا طرح خلاقانه اومدن روپوش سفید پرستاری رو برای کاروان ورزشی المپیک جمهوری اسلامی ایران انتخاب کردن. آیا ما هیچ نمادی از تمدن ایرانی نداشتیم؟ روپوش سفید، مقنعه مشکی، شلوار مشکی، شما رو یاد چی میندازه؟ غیر از کادر پزشکی و پرستاری یاد چیز دیگه ای میافتین؟ این گزارشگر تیویریش هم جوگیر شده، اسم برج ایفل رو گذاشته برج میلاد. رو معرفی خواهم کرد. در پای برج میلاد رقابت جذاب برگزار میشه. یک هر هفته میریم سفر تو کوچه های خبر، باره میره توی گور این روزمای در به در، غمها رو از دل ببر با خبر تو خبر، خبر تو خبر، خبر تو خبر.